کامپوت سیب درست کنیم. اول سیبا رو میشوریم. درست کردن کامپوت سیبا رو شستیم. حالا باید اینا رو خرد کنیم. اینا رو حالا از آب میکشیم، وزن میکنیم که ببینیم شکرش رو چقدر بریزیم. حالا آب، شکر و زعفرون و دارچین و آب لیمو رو هم میریزیم تو شیشه کامپوت سیب. این هم نتیجه آخر کامپوت سیب. کامپوت سیب درست کنیم. اول سیبا رو میشوریم. درست کردن کامپوت سیبا رو شستیم. حالا باید اینا رو خرد کنیم. اینا رو حالا از آب میکشیم، وزن میکنیم که ببینیم شکرش رو چقدر بریزیم. حالا آب، شکر و زعفرون و دارچین و آب لیمو رو هم میریزیم تو شیشه کامپوت سیب. این هم نتیجه آخر کامپوت سیب.